کم میشه. ارزش کل چیز کم میشه، اما ارزش زمین هیچ وقت کم نمیشه. ارزشش کم نمیشه بیادر، اما خان صاحب اینقدر قیمت زیاد هم نمیشه. توبه کردیم آقا خدایا. کاظم، با او کسایی که به خاطر ضرورت نفروشن اوت یک چیز فکر نکو. میخوای زمین قوی شوه، با ارزش شوه. خب حالا دیگه نوش جانتان، نوش جانتان. زنده باشی اما زنده باشی. درست است، به توافق رسیدیم. به توافق رسیدیم؟ به توافق رسیدیم. مبارک باشه، مبارک باشه. مبارک باشه. شیرینی یاره بیارن خان صاحب. بیارن همه جان. حالا که دان خدا شیرین کنیم. بیارن بابا. راستی خان صاحب او جای حالا دیگه دخترم شما برای این غذایتان اونجا فروختیم من خبر باشم فهمیدی؟ اونجا را نمیفروشم. اونجا را خالص خانم خواست اما نفروختم. گفتم نمیفروشم. والای دفعه زیاد خوش چانس هستیم. اینقدر چیزا مانده. بیبی به هیچ چیز دست نزدن. بگیرم بخو. بگی ننداز با مادرم باز. بگی دیگه زیاد ناز نکو بخو. حالا مادر جان بیا. آمدم ولا که از گشنگی سرم درد گرفتم. بیا ایره بگی زنده باشی دخترم. نوش جانتان. اوه ولی از خدا لبرویتانه کشال نگیرین، جگر خون نباشین. دفعه بعدی حامله میشه. ما میخواستیم زودتر و خبر خوبه بگوییم اما قسمت نبوده. شکر که حداقل موضوع فرید حل شد. استغفرالله بچیم، جان خداوند میده. فقط هنوز کجا موضوع فرید حل شده؟ پدرم گفت که او زن شکایت خدا پس گرفته. او زن زیاد ترسیده بود که یک دفعه موضوع کلان نشوه و گیر نبیاید پدر جان. دیگه چارم نداشت. آخرین راهشم زندان بود. افسوس، انسانا به خاطر پول خودشان در چی حالتهای قرار میدن. حتی از دخترش استفاده میکنن. دیگه تشویش نکنین پدر. خدا را شکر مشکل حل شد. حداقل سبب یک کار خیر شد. از شار کدام خبر آمد یا نه؟ تانستین آدمای خوبی را پیدا کنین؟ بکل جای خبر دادیم خان صاحب. اگر شما اجازه بدین فردا برو مانتیپره با چشمای خودم ببینم. حالا چرا عجله داری آفکات؟ از کی تا حال سر این میز تا گپ ما تمام نشده شما گپ میزنین؟ متوجه رفتارتان باشین. بیبی پدر لطفاً اگر لازم شود پیلینام شایدی میته، موضوع بسته شده لطفاً. چه باش. ای بار چندمت از فرید. دیگه چانسه برات باقی نمانده. نمیشه که گپش گوش کنم بچه. ای را دیگه برگشت نداره. اگه میگه همراهش عروسی کنی باید عروسی کنی. آی پدر. فرید بیا. براتان قهوه آوردم خانم. بیار سلطانه بیار. نوش جانت. زنده باشی. بایک مامادک و فردا به آنتیپه میرم. به چشم. خان صاحب خبر روان کردن؟ سر میز گپای خدا گفت. آی اما خانم گلگون زیاد جگرخون شد. سلطانه مقصد وقتی که من نیستم تمام فکرت جمعگی که در خانه کدام گدودی نشه. اگر کدام اتفاق افتید حتما به من خبر بدی. فهمیدی؟ درست است خانم.
تا وقتی که سایه خانسای بالای سر ما هست هیچ کس نمیتونه کدام گده ودی کنه. تا وقتی که سایه خانسای بالای سر ما هست. خانم فاکت وقت دارین؟ خانم فاکت بفرمایید آقا لطیف. خان صاحب دردایشان زیاد شده، گفت که شما بیاین. درست است، من همیالی میایم. دی وقت مگم ای کار تو است چطور؟ نمیخوای کسی دیگه او اذیتش ببینه، خودت میفهمی. بیبی ای اولین دفعت نیست. ای کارت زیاد اعصاب مرا خراب میکنه. اورهان فکر نکو که مزنت هستم، چیزایی نگو که بعداً پشیمان شوی. حالا تا زنت بیدار نشده از اینجا بیرون برو. بیا افاکت. شفا باشه خان صاحب. آقا لطیف تو برو استراحت کو، افاکت است. زنده باشین خان صاحب. نمی کشیدی کالایت خنک میخوری. درست است خان صاحب.
شب بخیر. دیوانگی نکو. چرا گریان میکنی؟ اوش کنی گریه نکنی. گوش کو. تو را میگم گریه نکو. چرا گریه میکنی؟ بیبی دوا تو را زیاد خسته کرده. سر روح و روانت یکم تاثیر مانده. بازم امتحان میکنیم. هنوز جوان هستیم صدقیت شو. هیچ چیز تغییر نمیکنه فواد. تغییر میکنه. یک روز طفل ما را در بغلت خود گرفتی. نه نمیتونیم بغل کنیم. با آن دیگه تو را ولا هنوز وقت است. نه نمیتونیم. دکتر گفت کیست تخمدان زیاد رشد کرده. پیشرفته شده نمیتونه سر اولاد شوید. درسته صحیح. اگه فایده داشته باشه عملیات میکنیم. نه میگه باید تخمدانت عملیات کنی. نه قسم نمیشه. او چت یاد گفته. صحیح. پیش یک دکتر دیگه میریم. فقط کافی است که تو خوش باشی. اجازه نمیتونم کسی همراهت کدام کاری کنه. تو رو زیاد دوست دارم. اما تو رو زیاد دوست دارم. زیاد وقت میشه که با آن تپه نرفتی. پیش شما حساب کرده نمیشه خان صاحب. حساب نکردیم. بانش آقا لطیف صبح حلش میکنه. ایره برم بگو دلت برای آن تپه تنگ شده. امکان داره که تنگ نشده باشه خان صاحب. لطیف تیاره را آماده کرده. کسی که خانوادهش معلوم باشه و لایق ما باشه پیدا کن. قسم که میخواین میشه خان صاحب. خوب است. کنترل کنین کل جایا را با دقت ببینین. به خصوص جاهایی که نباید رفته باشه. خودت بهتر میفهمی رسم و رسومات سابق واره. یکی باشه که نواسم ازش خوشش بیایه. فکرم از خان صاحب دلتان جمع. شب بخیر. افاقت کجاست؟ ندیدیمش پدر. هنوز نامده. سلطانه به نظرم او بیدار نشده. برین یک دفعه ببینین. زود شوین. ضرورت نیست خان صاحب. خانم افاقت صبح زود به میدان رفتن. حال شاید در تیاره باشن. بفرمایین خان صاحب. نوش جانتان. ارهان کارا را قسم آماده کتابتون یکی دو روز دیگه با آن تپه بری. درست است پدر. نه که کدام اعتراض داری فرید؟ نه پدر کلان. امکان داره شما هر چیز که بگوین همون میشه. آفرین. از این به بعد حداقل مرد باش.
مادر جان لطفاً فقط 1 ساعت، فقط 1 ساعت. بعدن هر کاری که بخوای میکنم لطفاً. آی دخترم، اگه کدام کسی در کوچه یا سرک ببینید بازو وقت چی؟ نمیشه، نمیتونی بری. مادر گفتم که قرار است برم کتاب بده، کتاب زود میرم پس میام. آی او دیلان خودش به خاطر چی او کتاب نمیاره؟ به خاطر من کلی چیز نوت کرده، زیاد زحمت کشیده. حالا اگه برش بگویم که پشت خانه ما بیای بد نیست. دخترم ببین، ناق وقتت تلف نکو. پدرت نمیمانه که درس بخونی. اما اجازه داد که امتحان بده مادر. نمیتونست مانی اصرار مدیریت مقاومت کنه. اگه او زن نمی بود تو پشت مو دروازه میمادی. یادت رفته دختر؟ آی درست است دیگه. بازم من مامانه امرش گپ میزنه. هنوز هیچ چیز معلوم نیست مادر. حداقل من آماده باشم. لطفاً مادر لطفاً. آی مادر برش اجازه بتین ببینین چقدر عذر میکنه. خب درست است. بعد از رفتن پدرت میری و زود برمیگردی، اما 1 ساعت بیشتر طول نکشه. آی مادرکم، وعده میدم درست است. اما اول کارت خلاص کن. درست است خلاص میکنم. آفرین. خیرت باشه انشالله. ای دیگه کی است؟ توبه ای چه قسم تق زدن دروازه است؟ ای یوسف نباشه، نیکدان دروازه اومد. آی خواهر، نامش یوسف نیست، دیلان است. ها دقیقاً راست میگی. چی شده؟ چی گپ از سرت؟ توبه استغفرالله. چی است؟ ببخشید نمیفهمیدم که خانه هستین. با هاتوچ خانم کار داشتم. خیرت باشه زایده، چی شده؟ یک موضوع بسیار مهم است. خب بگو چی شده؟ بگو دیگه. عروس کرهانا آمده به خاطر خاردرکش. دختر در اینجا خونه میشه درباره این موضوعات گپ بزنیم. حالا داخل برو، باز برات قوا آماده میکنن گپ میزنیم. حالا زود شو. خب در این وقت من دیگه کجا برم؟ توبه من میگم این دختر کجاست؟ برو آشپزخانه. توبه کسی نفهمه، فکر میکنه که پشتشوی در گرفته. آی باورم نمیشه، واقعا پشت من خواستگار میایم مادر. از تو کده بهتر دان تپه پیدا کده میتونن. حالا دیگه زود خانه برو، خدا اینجا نشان نده. خواهر جانم، خواهر نازم چقدر مقبول شدی. اگه اوضاع خوب است من زود برم پس بیایم. خوب است سیران بالاخره بعد از مدت دعای من قبول شد. آی خواهر واقعا خوش است که من اینجا تنابانی و خودت بری ها. آی دختر بانی یک دفعه همراه نواز اونو عروسی کنم باز ترام کت خود میبرم ها. توبه همین که از دروازه بیرون شدی من دیگه یادت میرم ها. آفرین بده. هیچ وقت نه، فقط به خاطر کی گپت یادم برای گپت پس بگی زود باش. من چی گفته بودم؟ چی گفته بودی؟ برام گفته بودی در کدام زمان زندگی میکنی اما خانه ششتی انوزا منتظر شوهر هستی. بزودی من سنوی اونا میشم. آی خدایا باورم نمیشه. آی خدایا. درست است اما فکرت بگی. اوزارای داره که درست است. یوسف منتظر من. درست است به تشویش من نباش. کسی تو را نبینه. بیعقل. قدر زود هیجانی نشو. وقتی که پس آمدم دربارش گپ میزنیم. کاش که همیشه همه قسم باشه. 2 نفر باشیم، کسی دیگه نباشه. آی نکو. از دوست داشتنت سیر نمیشه. بدون دست دادن میتونی دوست داشته باشی. اگه دستم بزنم چی میشه؟ یک روز زنم میشی. بعد از خواهرت درخواست کاریت میایم. بیا که پدرم هر دیما را بکشه یوسف. اگه نشد فرار میکنیم. تشویش نکن، من از تو مواظبت میکنم خانومه. من خودم مواظب خودم هستم یوسف. او وقت حتی در مقابل پدرم مستعد میشم.
کجا بودی دختر؟ از تشویش کم بود بمارم فقط نیم ساعت ناوقت کردم خواهر. مادرم خواهر نفهمید نه؟ نه نفهمید.